السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد خوب هستید؟ استاد سوالی ما چنین است: عاید سلفی یعنی نفرانی که پیروی از سلف صالح دارند، راستی از اینترنت جستجو کردیم، بعضی‌ها میگویند سلفی حضیره و پیشتر فرق دارد. عاید می رفشنی من دقیقه تشکر. بله، سلف در لغت عرب به معنای گذشتگان و مراد از سلف صالح صحابگان و تابعین و تبع تابعین. حتی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری معین کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گفتند که بهترین عصر خیر القرن قرنی، بهترین قرن یعنی زمانه ها زمانی من است، یعنی آنهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدن، یعنی صحابه ها. ثم الذين يلونهم، سپس آنهایی که بعد صحابه ها آمدند و صحابه ها را دیدن، یعنی تابعین. ثم الذين يلونهم، سپس آنهایی که بعدی آنها آمدند، یعنی تبع تابعین. و حافظ ابن حجر گفتند که آخرین همین عصرهای طلایی در سال 220 هجری به آخر میرسد. گفتند یعنی کسانی که تا همین روز گذشتن 220 اینا سلفی صالح بودند. بله، البته آنهایی که بعدی آنها آمدند و پیروی از آنها دارند، از آنها فرق دارند. حتی صحابه ها و تابعین فرق داشتند. حضرت انس ابن مالک گفتند که انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات. این گپ حضرت انس به تابعین گفتند شما یه عملهای را اجرا میکنید که در نظری شما مثل تار موی هست و ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم این عمل از جمله موبقات حساب میکردیم، از جمله مهلکات، عملی که انسان به هلاکت میرساند. فرقیت صحابه و تابعین دیدید؟ شما یک عمل اجرا میکنید او در نظر شما مانند تار مو هست، هیچ چیزی نیست، لیکن ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اون رو از جمله گناه‌های هلاکت آور حساب می‌کردیم. یعنی همین گناهی که کردی تو به هلاکت دوچار میشی. گفته فکر می‌کرد فرقشون همین قدر است. اما امروز از بین 1400 سال گذشته است. بعضی ها فقط در بعضی مسئله ها در عقیده سلف هستند، نه آداب و اخلاق دارند، نه فهم دارند، نه عبادتی که سلف دارند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه گفتند که 4 رکعت نماز میخواندن شبها، لا تسأل عن حسنهن و طولهن، از زیبایی و درازیش نپرس. سپس 4 رکعت دیگر میخواندن، از زیبایی و درازیش نپرس. سپس 3 رکعت میخواندن. 8 جمع 3 11 رکعت. 11 رکعت تهجد میخواندن. بعضی ها میگوید که اوه 11 رکعت نماز خواندن در کار از بازد از این زیاد نکنیم، لیکن اون 11 رکعت اینها آیا صفتاً هم مانند همون 11 رکعتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخونه قدم هاشون ورم میکرد همین خیر است؟ حتی حضرت ابن مسعود میگه یک شب به نماز تهجدی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیت کرده همراه شدم، یعنی اومده اقتدا کردیم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرائت شروع کردن نیتی بد کردم. میگه چی نیتی بد کردید؟ سلام داده رفتن. در یکم رکعت سوره بقره خواندن، سوره نیسا خواندن، سوره آل عمران خواندن. همین خیلی ترتیبش ویران کرده. در یک رکعت 3 سوره 5 پاره خواندیم. حالا ما در 20 رکعت 1 پاره میخونیم. اونو در یک رکعت 5 پاره خواندیم. یعنی وقتی که دعوی که پیروی از سلف صالح میکنید باید آداب و اخلاق، خیر و سخاوت، کرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان الله تعالی چی وصف کرد؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد رسول الله است و آنهایی که همراهی رسول الله بود یعنی صحابگان کرام اشداء علی الكفار، بر کافرها سختگیر بودند، رحماء بینهم، بین همدیگر مهربان بودند، با مسلمان ها ملایم میکردند، خاکساری میکردند. و خفض جناحک، قناتت پس کن برای مسلمان ها، برای پدر و مادر، برای مسلمان ها خاکسار شو. بله، برای کافرها سختگیر باش، یعنی برای کافرها ملایمگیر، خوش آمدگو،
برای مسلمان ها با طعنه کننده و دشنام دهنده و حقارت کننده همین سلفی. یعنی یه مراتب سلفی صالح چی اخلاق داشتن. این کتابای تاریخ است، صحابه ها، تابعین، تبع تابعین. حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نزد ایوب سختیانی میدر آمده، میگن وقتی که حدیث میخوان از شکمش آواز گریه میبرامد. یه حدیث تا آخر خوانده نمیتونست، گریه میکرد. اخلاق سلف، آداب سلف، خیر و سخاوت سلف، دنیا دوست نداشتنی آنها. کدام سلف منصب خرید است؟ کدام سلف نماز تهجدش ترک شده است؟ کدام سلف به نزدش پرسنده آمد و سو نداده است؟ و یک برادر بود، بعضی سلفی های همشهری هاش مسخره میکرد، میگفت که اینا در عقیده سلف هستند و در آداب و اخلاق سلف نیستند. میگفت یکی سلفی صالح آداب و اخلاق هم داشتن که یا آدمای بی آداب نبودن. یعنی که بله، اقتدا به آنها بهترین راه است، هم در بابت عقیده، هم در بابت منهج، هم در بابت راه و روش و آداب و اخلاق، هم در بابت فهم. حضرت ابو هریره میگن که من از پیامبر صلی الله علیه وسلم در دو ظرف علم آموختم، یکی آنها رو پهن کردم، یکی دیگر رو اگر پهن میکردم بلعومی من بریده میشد، گفتم حلقومی من بریده میشد. در صحیح بخاری است، امام بخاری در صحیح بخاری از حضرت علی آوردن که کلم الناس على قدر عقولهم اتريدون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. و مردم به قدر عقلش سخن کنید، مگر میخواهید که مردم الله و رسول رو دروغچی برارد؟ الله دروغ گفت، پیامبر دروغ گفت گویم. یعنی شما وقتی که به قدر عقلش گپ نمیزنید، شما سبب میشید که اونها گویا این گپ دروغه گویا. یعنی شما به قدر عقلی مردم صحبت کنید. این گپی حضرت علی هست، امام بخاری در صحیح بخاری آورده. یعنی اونها در اسلوب دعوت، در طریقه راهنمایی باید در همه راه، در همه گفتار و کردار آنها نمونه نیک هستند. صحابگان کرام، تابعین، تبع تابعین. بنابراین انشاءالله در بعض برنامه ها انشاءالله نقشه داریم، از امام ابو حنیفه شروع میکنیم. یک ساعت نیم ساعت درباره بعضی بزرگان که ابو حنیفه هم سلفی صالح هستند، چون که سال 80 به دنیا آمده، 150 گذشتن. ببینید به گفته حافظ ابن حجر هم ابو حنیفه 100% سلفی صالح هستند، چون که سال 220 آخرینش از دنیا گذشت. گفتن امام شافعی سال 204 از دنیا گذشتن. امام مالک انیق از اهل سلف هستند. امام احمد بله در همان زمان زندگی کردند، ولی سالهای 220 بهتر از دنیا گذشتن. یعنی به هر حال در همان زمان زندگی کردند. امام بخاری در همان زمان زندگی کردند. امام مسلم در همان زمان زندگی کرد. امام مسلم 204 تولد شدن. سالی که امام شافعی از دنیا گذشته، امام مسلم تولد شدن. سالی که امام بخاری از دنیا گذشته، امام شافعی تولد شدن. انشاءالله از قصه و اخبار آنها. اما در مسئله پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام یک کتاب داریم به نام معرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام. ببینید علل خصوص درباره حضرت ابوبکر رضی الله عنه خیلی معلومات ها گفتگی هستیم. کتاب معرفت رسول الله و صحابگان کرام در تلگرام کانال ما هست، گیرید خوانید. بعد ما در این برنامه ها از تابعین شروع میکنیم. و امام ابو حنیفه هم به قول تابعین بودن. حضرت انس را دیدن، بعضی علما میگن 2 حدیث 2 اثر از حضرت انس روایت کردن میگن، و سین و سالاشون هم موافقت میکرد، برای اینکه امام ابو حنیفه سال 80 تولد شدن و حضرت انس بعدی سال 90 از دنیا گذشتن. یعنی امام ابو حنیفه 10 ساله بودن سالی که علم گرفتن برایشون اجازت بود، چون که در علم مصطلح آمده است که امام بخاری هم در صحیح بخاری گفتن که باب متى يصح سماع الصغير، کی شنیدنی کودک درست میشد. و حدیث محمود ابن ربیع را در صحیح بخاری آوردن که محمود ابن ربیع گفت که من 5 ساله بودم، پیامبر صلی الله علیه و سلم برویم یک آبی رو به دهانشون گرفتن و پاشیدن طهارت میکردن. محمود ابن ربیع میاناش قبیله آمده طهارتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تماشا میکرد.
بعد پیامبر صلی الله علیه و بدغانشون آب گرفتن و بروش پوف کردن. بنابراین که عقلت مجتا من النبی صلی الله علیه و مجه علی وجهی، من از پیامبر صلی الله علیه و در خاطر دارم اون آبی که بر اون پوف کردند و حالا که و انا ابن 5 سنین و من 5 ساله بودم. حدیث در صحیح بخاری است. بنابراین علما گفتن که کسی 5 ساله هست و علم گرفته است میتونه علم رساند. امام ابو حنیفه 10 ساله بودن، یعنی تابعین بودنشان احتمال دارد. اگر تابعین باشن هم سلفی صالح هستند. بنابراین در بابت امام ابو حنیفه هم یک کتابی نوشته بودیم سال 2009، انشاءالله به نزدیکی نظر میگذارونیم، بعد به چاپ آماده میکنیم انشاءالله. و همون لحظه انشاءالله درباره امام ابو حنیفه، امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام مسلم، درباره بزرگان ملت اسلام کمتر از سیرت ایشان و اخبار ایشان برای شما نقل میکنیم، چون که امام ابو حنیفه هم گفتن که سیر العلماء احب الی من کثیر من الفقه، تعلیم گرفتن سیرت علما علل خصوص از صحابگان و تابعین و تبع تابعین، این برای من از آموختن بسیار مسئله های فقهی بهتر است. و الله تعالی هم در قرآن قریب 30% قرآن عبارت از قصه هست. ما برای تو قصه های پیش گذشته ها رو نقل میکنیم تا اینکه قلب تو رو استوار کنیم. بنابراین علم تاریخ، علم سیر، این علم خوب است، علم فایده‌ناک است. بعضی علما گفتن که خواندن قرائت سیرت علما برای نفس ها سرایت نیک میکنه، تاثیر نیک میبخشد.